سلام و عرض ادب و احترام به ارگ برتر، خوش اومدید. توی این ویدیو میخوایم نوت و تنظیمات آهنگ پاپ رو با هم کار بکنیم و هر توضیحاتی رو که راجع به آموزش این آهنگ هستش رو با هم میخوایم یاد بگیریم. بریم برای ادامه ویدیو. قبل از هر کاری طبق ویدیوی قبلی باید عنوان کلاویه رو روشن بکنید. توی این ویدیو هم میگم که به چه صورت این کار انجام میشه. وارد بخش منو میشید، از قسمت ستینگ، کیبورد، عنوان کلاویه و روی سوم قرار میدید. به همین راحتی. برمیگردید عقب. بک رو میزنید میایید عقب. ما ست مربوط به آهنگ پاپ رو بارگذاری میکنیم و ادامه توضیحات رو اونجا خدمت شما ارائه خواهیم داد. وقتی ست بارگذاری میشه، ما باید ریتم رو تنظیم کنیم، ساز، اکتاف، تمپو، اسکن آکورد، پرده و ادامهش که میشه نوت آهنگ. برای این قسمتایی که گفتم، ریتم رو روی حالت همین اولی قرار میدید، تکون نمیدید. ساز رو روی حالت سوم میذارید، روی اکتاو یا بخشی ولومش تغییراتی ایجاد نمی کنید. اکتاو ساز یه دونه میبرید بالا و خدمت شما عرض شود که تمپوی آهنگ رو روی حالت 87 قرار میدید. تمپوی آهنگ روی 87 و خدمت شما عرض شود اسکن آکورد حتما باید فعال باشه توی این ویدیو و توی این آموزش و پرده آهنگ رو روی -8 تنظیم میکنیم. میمونه دستگاه آهنگ رو روی حالت -100 و -50 کرون میکنیم و میریم تا خروجیش رو با هم بشنویم. بریم برای بخش بعدی آموزش و نوت‌های آهنگ رو خدمت شما اونجا ارائه بدم. همونطور که میدونید ما برای شما 2 تا PDF ارسال میکنیم. PDF اول در رابطه با تنظیمات آهنگه که آقا ریتم چیه، این چیه، اون چیه، که نیازی نیست پرینت بگیرید. اما PDF دوم در رابطه با نوت آهنگه که حتما یا باید به صورت دستنویس بنویسید یا باید پرینت بگیرید برای آموزش. 2 تا روش دیگه. بنابراین ما توی قسمت صفحه ارگ گوشی اینا رو قرار نمیدیم. برای آموزش هرچه بهتره شماست این کارو. بریم سراغ اجرای این آهنگ. یه دمو از ریتم میشنویم. این از این آهنگ با کلید ر شروع میشه، یعنی ما 3 بار ر رو میزنیم، 1 بار دو و 2 بار ر. به چه صورت؟ به این صورت، خیلی راحت. ر ر ر دو ر ر. این ر ری که اضافهش ادامهش داره گفته میشه مربوط به ریتم. نگاه کنید. ر ر ر دو ر ر ر دو ر ر. حالا ادامهش ر می ر می ر دو ر می ر می ر دو. بس از اول خط اول و دوم به این صورت شد. ر ر ر دو ر ر ر می ر می ر دو. یه بار دیگه. ر ر ر دو ر ر ر می ر می ر دو. به همین صورت خط اول و دوم رو با هم اجرا کردیم. میریم سراغ خط سوم. توجه داشته باشید که این خطی که من میگم اشتباه نگیرید که آقا فاصله دارن با هم. هیچ فاصله‌ای ندارن و خیلی سریع باید ما ادامه خط ها رو بزنیم. پس خط اول و دوم رو میزنیم و میریم ادامهش خط سوم رو میزنیم. ر ر دو ر ر می ر می ر دو فا 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 می ر. دقت کردید چی شد؟ 3 بار پشت سر هم فا میخوره. فا 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 می ر. حالا این خط رو چند بار با هم اجرا میکنیم. ر ر ر دو ر ر ر می ر می ر دو فا 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 می ر. به همین راحتی شما 3 خط از این آهنگ رو یاد گرفتید که خیلی بخش مهمی هم هستش. ادامه آهنگ اینجا شروع میشه. همین رو باید شما بتونید اجرا بکنید. یعنی این ست طوری تنظیم شده که دیلی، اکتاف، ریورب و هر چیزی که برای اجرای این آهنگ نیاز هستش رو خودش
برای ما قرار داده. یعنی خیلی ست حرفه‌ای این ست، ولی رایگان خدمت شما تقدیم میشه. خط چهارم این آهنگ به این صورته: فا فا سول لا سول فا می. رو ریتم فا فا سول لا سول فا می، فا فا سول لا سول فا می. خیلی راحت. خط 1، خط 2، خط 3، خط 4. تمام. داریم به پایان ویدیو نزدیک میشیم. چقدر جالب. یعنی چی؟ یعنی ما 4 تا خط رو خیلی راحت با هم یاد گرفتیم و یک بار دیگه با هم اجرا میکنیم. دقیقاً با همین شدت شما باید اجرا بکنید. اولا که ریتم داره پلی میشه، پاضرب رو داشته باشید. پاضرب یعنی چی؟ یعنی نای 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 نای، با همین شدت. نای 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 نای، نه یه ذره عقب، نه یه ذره جلو، نه یه ذره دیر، نه یه ذره زود، نه یه ذره با کشش، نه یه ذره بی کشش. همینطوری که بهتون میگم ادامش رو میزنید. پنجم دقیقاً مثل خط چهارمه، ولی سرکلیدش کلید میه. سرکلید یعنی چی؟ یعنی با اون نوتی که اجرا شروع میشه آهنگ. و این به چه صورته؟ می می فا سول فا می ره. به همین راحتی می می فا سول فا می ره. پس از اول خط 4 و 5 رو با هم میزنیم. به همین راحتی 5 خط رو این آب خوردن یاد گرفتی. یاد گرفتن یک شرطه، اجرا کردن یک شرط دیگه است. تا برادر من شما انقدر باید تمرین بکنی که حرفه‌ای بشی. خب این از این. یعنی ما 5 تا خط رو یاد گرفتیم که با همین 5 تا خط میتونیم کار رو در بیاریم، ولی برای اینکه تکمیل بشه و آهنگ کامل باشه ما ادامه این نوتاشو هم نوشتیم. ادامه این نوت چیه؟ به این صورته که ما خط 4 و 5 رو میزنیم و میریم سراغ خط بعدی. ره می فا می، ره می فا می، ره می فا می. به همین صورت. ره اشتباه. ره می فا می. چون آهنگایی که شما انتخاب کردید به این صورتی که باید خیلی به پاضرب اهمیت بدید. هیچ وقت من به هیچ آهنگی نمیگم سخت. آهنگ سختی وجود نداره، چون تمرین و تلاش هستش. تا تمرین و تلاش ما انجام بدیم هر قله‌ای رو میتونیم فتح بکنیم. پس چی شد؟ ره می فا می. نکنیم. ادامهش میشه می می فا سول فا، ره می فا می، فا سول می ره. به همین راحتی تمامی 7 خط این آهنگ اجرا شد و نوتاش خدمت شما داده شده. حتما پرینت بگیرید و استفاده بکنید و حتما سر ضرب و با ریتم اجرا بکنید تا بتونید موفق بشید. هر سوالی راجع به این آهنگ داشتید، راجع به دوره داشتید، میتونید به ادمین ها پیام بدید. حتما خدمت شما پاسخ خواهند داد. تا درودی دیگر، بدرود.